چالشی ترین معضل این روزای ما استوپ وزنی. همه کسایی که میخوان وزن کم بکنن قطعاً با این مشکل مواجه بودن. امروز قراره من بهتون اون مواردی که خیلی مهمه و ضروریه و البته راه حلاشو بهتون بگم. استوپ وزن زمانی اتفاق میفته که بدن داره میفهمه باش چه کار بکنید. بدن انقدر باهوشه که بعد از یک مدتی تمام کارهای شما رو حدس میزنه. وقتی که شما میخواید از استوپ وزن خارج بشید، باید یه سری کارهاتون رو عوض بکنید، یه سری شرایطتون رو عوض بکنید، از تمرین، نوع غذا، مقدار غذا، کیفیت خوابتون و حتی بحث روانیش که میشه کنترل ذهن و هورمون استرستون. شما اون دوره‌ای که دارید رژیم میگیرید و میخواید چربی سوزی بکنید و وزنتون رو کم بکنید، بدن زمانی مقاومت میکنه که شما میخواید میزان چربی رو ازش کم بکنید. این چربی برای بدن به عنوان یه سیستم ایمنی و دیوار دفاعیه و شما دارید اون حیات و بقا و ایمنیشو دارید کم میکنید. پس با شما کلنجار میره تا شما رو منصرف بکنه، ولی شما با تکنیک های مختلف میتونید این شرایط رو کنار بزنید و شرایط کاهش وزنتون رو به جلو داشته باشید. چند تا علت میخوام بگم برای استوپ وزنی توی دوران کاهش وزن. شرایط فیزیولوژیکی میتونه باشه، شرایط محیطی و روانی میتونه باشه، شرایط تمرینی و ورزشی میتونه باشه و شرایط تغذیه‌ای. شما زمانی که دارید رژیم میگیرید، سطح BMR شما و متابولیسم شما کاهش پیدا میکنه. 2 تا هورمون، 3 تا هورمون مهم داریم توی بدن که به خاطر این شرایط تحت تغییر و کنترل قرار میگیرن. هورمون کورتیزول که باعث افزایش استرس توی بدن شما میشه و سطح قند خون و افزایش تجمع چربی رو ایجاد میکنه. هورمون لیپیتین و هورمون گریلین. هورمون گریلین باعث کاهش اشتها میشه و هورمون لیپیتین باعث سیری شما میشه. زمانی که شما تو فرآیند کاهش وزن و چربی قرار گرفتید، 3 تا هورمون تحت تاثیر قرار میگیره. کورتیزول که شرایط روانی و استرس شما رو کنترل میکنه، هورمون لیپیتین که باعث سیری شما میشه و هورمون گریلین. اینا هورمونایی هستن که توی دوران کاهش وزنتون و چربی سوزیتون تحت تاثیرات قرار میگیره و امکان داره روندش کمی با اختلال مواجه بشه. نوع غذاتون امکان داره خیلی روندش تکراری شده باشه. مقدار کالری که شما دارید استفاده میکنید قطعاً باید تغییر پیدا بکنه. یعنی شما زمانی که 1 ماه پیش رژیم رو گرفتید و نزدیک به 3-4 کیلو تا الان کم کردید، نمیتونید دیگه با اون مقدار کالری هنوز به مسیر کاهش وزنتون ادامه بدید، چون اون کالری برای وزن فعلیتون شاید کافی باشه و شما رو بخواد در همین وزن نگه داره. پس باید مجدد بازنگری بکنید توی مقدار کالری که دارید دریافت میکنید. نوع تمرینتون، تعداد جلسات تمرینیتون، شدت تمرینتون، همه اینا رو میتونید تغییر بدید. یا حتی اگر تا الان بدنسازی میکردید، یک مدت پیاده روی برید، کوهنوردی برید، استخر برید، دوچرخه سواری کنید تا شرایط بدنیتون و عملکرد بدنیتون متفاوت بشه و شرایط فیزیکی جدید رو بتونید تجربه بکنید. حتی امکان داره اون مقدار استرس که شما دارید در طول روز تجربه میکنید خیلی بالا باشه، خوابتون تنظیم نباشه. خواب ناکافی هم میتونه باعث افزایش تجمع چربی و به هم خوردن روند کاهش وزنتون بشه. مقدار غذایی که امکان داره بعد از تمرینات ورزشیتون دریافت میکنید زیاد باشه و اضافه کالری حساب بشه براتون در طول روز. با رعایت تمام این نکات شما میتونید مسیر کاهش وزنتون رو همیشه رو به جلو داشته باشید، ولی باید بدونید نکته‌ای که خیلی اهمیت داره استمرار و تداوم شما توی این مسیره. یعنی شما باید خیلی منظم تمرینتون رو بکنید، مقدار غذایی که براتون مشخص شده رو دریافت بکنید، خواب خوب داشته باشید و این رو مابقیشو باید به زمان واگذار کنید. اون صبر و انتظار شما و لذت بردن از این مسیر تنها چیز مهمیه که شما باید بهش عمل بکنید. پس مهمترین نکته برای شما که توی مسیر کاهش وزن هستید زمان هست و سخت‌ترین کارتون هم میتونم بگم اینه که شما باید در تمام طول مسیر تمام کارها رو فقط رعایت بکنید و خودتون رو هر روز قضاوت نکنید و در نهایت میتونید نتیجه خیلی خوبی رو ببینید.